داستان آهنگ مولا محمد جان داستان عاشقانیه که برمیگرده به عصر تیموریا که در هرات اتفاق افتاده بوده. جرقه عشق تولید میشه بین مولا محمد جان و معشوقی از او که به نام عایشه بوده. متاسفانه پدر عایشه با هی وصلت توافق نمیکنه. یکی از روزها به سر چشمه عایشه خواندن با خود زمزمه میکنه که بیا بریم به مزار مولا محمد جان. یا که بریم به مزار مولا محمد جان، سیل گل لاله زار با ما دلبر جان، سیل گل لاله زار با ما دلبر جان. بیا که بریم به مزار مولا محمد جان، سیل گل لاله زار با ما دلبر جان، سیل گل لاله زار با ما دلبر جان. امیرعلی شیر نویی از امو خیابان تیر میشه. وقتی این صدای آهنگ میشنوه میره پیش از دختر خانم و میگه که این فلسفه از این آهنگ بگو و امیرعلی شیر نویی مسبب رسیدن از اینا میشه. دو عاشق ناکام با هم میرسن و از امو وقت رسم تجلیل سال نو و جهنده یا امو بیرق مزار و چیز مروج شده که به مزار شریف که بالا میکنن. علی شیر خدا یا شرمدوا کن، مناجات مرا پیش خدا کن، مناجات مرا پیش خدا کن. چرا غیر و غمی در دل میزم، که هر جا عاشق است دردش دوا کن، که هر جا عاشق است دردش دوا کن. یا که بریم به مزار مولا محمد جان، سیل گل لاله زار با ما دلبر جان. بیا که بریم به مزار مولا محمد جان، سیل گل لاله زار با ما دلبر جان. برو با یار بگو چشم تو روشن، همان یار وفادار تو آمد، همان یار وفادار تو آمد. بیا که